میگویند در جنگل هستیم، رفت و شیطان فریب کند جای دوش نیست، طهارت کرده نماز خانه میانیم. اگر برای گرم کردن آب امکانیت نباشد، در این حالت آب خنک مثلا واقعا به سلامتیتان ضرر میکرده باشد، در این حالت طهارت میکنید و تیمم میکنید احتیاطا. چون که الله تعالی میگه که فاتقوا الله ما استطعتم، شما از الله تعالی بترسید به قدر امکان. مادامی که امکان غسل کردن با آب خنک ندارید و آن به سلامتی شما ضرر میرساند و شما آبی گرم ندارید یا گرم برای گرم کردن چیزی ندارید، در این حالت تیمم میکنید، هم طهارت میکنید برای سبک کردن و هم تیمم میکنید. و این چون جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اگر من شما رو به چیزی به کار امر کنم به قدر امکان اجرا کنید. گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص جنوب رو به غسل امر کردن. اگر غسل کرده نتواند، یعنی به این طریقه که آب ندارد یا آب دارد و خنک است و آن به سلامتی ضرری جدی میرسانیده باشد، نمیتواند آن آب را استفاده برد، در این حالت طهارت میکند، طهارت کرده میتواند و تیمم میکند احتیاطا. و یه روایتی هم هست از عمرو بن العاص، میگن که وقتی که در سفر بودیم یک شب خنک برای من جنابت رسید، پس طهارت کردم و تیمم کردم و وقتی که بازگشتیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم حادثه رو نقل کردم. گفتم که یا رسول الله من برای نفسم ترسیدم، یعنی از آب خنک، از غسل کردم با آب خنک ترسیدم و قول الله تعالی رو تعویل کردم که ولا تقتلوا انفسکم. الله تعالی میگه که خود را به مرگ یعنی به قتل نرسانید، یعنی سبب مرگ خود نشوید. و با آب خنک غسل کردن واقعا سبب مرگ شده بود، علل خصوص شخصی که سرش کفیده بود در یکی از جنگ ها. وقتی که از صحابه ها از دیگر همسفرهاش پرسید، آنها گفتن که ما یگان عذری نمیدانیم که تو تیمم کنی، تو باید غسل کنی. گفتن بعد با آب خنک غسل کرد و سرش کفیده بود، از سرش خون جاری میشد، هلاک شد، وفات کرد. وقتی که حادثه رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، گفتن که قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. او را به قتل رسانیدن، الله آنها را به قتل رساند. کیها را؟ آنهایی که به علم فتوا دادن غسل کن گفتن. همین آدم هایی که به علم فتوا دادن همین بیچاره رو به قتل رساندن، الله آنها را به قتل رساند. 3 مراتب دعای بد کردن در حق آنهایی که به علم گپ میزنن. بعد گفتن که انما شفاء العی السؤال، شفای نادانی سؤال است. نادانی را بیماری گفتن و شفایش سؤال. الا سألوه، برای چی نپرسیدن؟ نپرسیده جواب دادن. برای او کفایه بود که تیمم میکرد. گفتن وقتی که عمرو بن العاص این حادثه را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، فتبسم النبی صلی الله علیه و سلم ولم یقل له شیئا. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کردن به عمرو بن العاص و چیزی نگفتن و به اعاده نماز هم امر نکرد، نگفتن که نمازها تا از نو خوان، نگفتن. و این دلالت میکند که عذر او را پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن و این عذر شرعی هست. لیکن از وسوسه شیطان احتیاط شود، یعنی نشود که با این آب برای من ضرر دارد، گفته حالان که آبی که مثلا هوا گرم باشد و آب نه آنقدر خنک باشد و ضرر نداشته باشد، وسوسه شیطان نباشد که یعنی انسان نگاه کند. غالبی ظن میگوید، یعنی غالبی فکرش آن باشد که همین آب ضرر میرسانیده باشد، در این حالت بعد تیمم میکند.